بیشتر رو پیکنیک باش تا من. میدونین چرا آتیش گرفت؟ 3 تا دلیل داره که سومیشو هیچ کدومتون نمیدونید. دلیل اولش ساده است، اکثرا شنیدید، این شل باشه یا اینکه واشرش افتاده باشه یا از بین رفته باشه. خیلی‌ها میگن آقا ما خیلی صفر کردیم ولی باز گاز ازش میزنه، یا واشر افتاده یا واشر له شده. اصولش اینه که شما هر وقت میبرید این پیکنیکتون رو شارژ کنید، واشرش حتما عوض کنید. حالا شاید خوش شانس باشید بیشتر هم براتون کار کنه 3-4 بار، ولی شما هر بار عوض کنید، به دردسر نخورید دیگه. دلیل دومش برای قلیونیاست. اونایی که قلیون میکشن دیدن خود واسهشون زیاد اتفاق افتاده. زغاله میذاری اینجا، زغاله حرارتش سمت پایینش میده به سمت پایین و این سوپاپی که اینجاست یه سوپاپ پلاستیکیه، حرارت بخوره به این آب بشه سوپاپ میزنه برای اینکه نترکه. واسه این نمیگم خطر نداره نمیترکه ها. این سوپاپ آب شه باید ببری دوباره سوپاپ واسش بندازی، دیگه قابل استفاده نیستش. و دلیل سومش که هیچ کدومتون شاید خیلیاتون ندونید و اکثرا تو خونه ها اتفاق میفته، یه قابلمه یا مایتابه بزرگتر از سایز سر پیکنیکیتون میذارید روش. وقتی این کار انجام میدید کار همون زغاله رو میکنه، حرارت رو میده پایین. چرا؟ چون قرار حرارت از این بغلش بکشه بره بالا. قابلمه یا مایتابه‌ای که میذارید بزرگتره، این حرارت تا بخواد راه خروج پیدا کنه خیلی مقدار زیادیش میاد سمت پایین، اینجا تجمع حرارته و این سوپاپ رو آب میکنه، دوباره این اتفاق میفته و سوپاپ میزنه. بعد آخرش بهت میگه ما کاری نکردیم، پیکنیک خود به خود سوختش. دلیلش اینه، واسه خیلیاتون اتفاق افتاده. بیا حالا بهت بگم چجوری اطفاش کنی.